خدمات فدرالی اجراچیان سعودی در ولایت نوسیبیرسک از اخراج عمومی خارجیان برای نقض قانون مهاجرت خبر داد. به گفته این نهاد همه پرونده ها بر رعایت نکردن قاعده های ورود یا شرایط بود و باش در روسیه مربوط می باشند. تنها در 3 روز سال جاری 97 مهاجر بازداشت و قرار اخراجشان صادر گردیده است. از این میان 29 نفرشان زادگان تاجیکستان بودند و الکی به وطن دپورت شدند. آنها تا 5 سال آینده حق ورود به این کشور را ندارند. در سال 2025 از این ولایت زیاده از 1800 مهاجر را بیرون کردند. قبلا کیریل تراوین معاون سردار سرایستی وزارت کارهای داخلی روسیه در منطقه از خروج نظررسی مهاجران خبر داده بود که با انجام موسم کاری تصمیم گرفتند به وطنهایشان برگردند. مقامات روسیه اعلام نمودند که از 1 ینوری سال 2027 به طور آزمایشی تنها مهاجرانی را به کار قبول می‌کنند که در دولت‌هایشان به طور متشکلانه انتخاب و فرستاده شدند. این برنامه آزمایشی برای 2 سال پیش بینی شده و بجز از مسکو و ولایت مسکو در تمام منطقه‌های روسیه راه‌اندازی می‌شود. دومه دولتی روسیه تنها سال گذشته با قبول بیش از 25 قانون کار و زندگی برای مهاجران از جمله صدها هزار مهاجر تاجیک را سخت نمود. گزارش درباره راندن مهاجران تاجیک، بی‌حقوقی و بدرفتاری ماموران انتظامی روسیه با آنها تقریبا هر روز در رسانه‌های روسی نشر می‌شوند.